دوستان سلام. یه کار دیگه، کار آقای کلانتر، شهرک صنعتی صفادشت به اتمام رسید. من فیلمشو بذارم که شما دوستانم ببینید و استفاده کنید. یه بخاری بهش دادمون انتها، و اینجا انشاب گرفتیم بردیمش بالا. طبقه بالا یه دونه بهشون پکیج دادیم و یه دونه آب گرم کن. این پکیجشه، همونطور که میبینی از همون زیر سقف اومده بالا، قطع کن خورده. یه پکیج بهش دادیم، یه دونه هم اجاق گاز که میبینید اومده رفته اون گوشه.